سلام به شما که دنبال درک عمیق‌تری هستید. امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به دنیای برچسب‌ها، این چیزایی که به خودمون میزنیم و خب انتظاراتی که از خودمون داریم. سلام، دقیقاً. و اینکه چطور اینا میتونن یه جورایی دست و پای ما رو ببندن. آره، مطالبی که بررسی میکنیم از یه منبع روانشناسی میاد که نشون میده چطور میشه از این محدودیت‌ها رها شد و خب با تمرکز روی ارزش‌های واقعیمون یه زندگی معنادارتر ساخت. هدفمون اینه که بفهمیم چطور از این به قول شما قفس عملکرد صرف بیایم بیرون و بیشتر به سمت ارتباط و لذت حرکت کنیم. دقیقاً. آماده اید یکم عمیق بشیم تو این موضوع؟ حتماً. خب، بیایم با یه مثال شروع کنیم که تو منبع اومده. داستان کارتر، یه دانش آموزی که تو شهر خودش خیلی به باهوش بودن معروف بوده. آره، ولی وقتی میره دانشگاه و با یه درس ریاضی سخت روبرو میشه، همین برچسب باهوش براش دردسرساز میشه. چطوری؟ ببین، مشکل کارتر این بود که اون برچسب باهوش براش شده بود یه سری قانون نامونوشته. قانون؟ چه قانونی؟ میفهمه. یا باید با همون یه بار خوندن جزوه فول بشه. میدونی؟ این قوانین نامرئی بودن که جلوی یادگیری واقعیش رو میگرفتن. و جالبه که وقتی به چالش میخوره به جای اینکه کمک بخواد یا روشش رو عوض کنه، کلاً به خودش شک میکنه. دقیقاً. و از رشته مورد علاقهش یعنی ریاضی دست میکشه. میره سراغ یه گزینه به ظاهر امن‌تر. انگار ترس دست دادن اون برچسب باهوش از خود علاقهش به یادگیری قوی تر بود. عجب. ولی این فقط داستان کارتر نیست، نه؟ هممون یه سری برچسب داریم. اوه، حتما هممون داریم. مثلا من آدم منظمیم، من تو جمع راحت نیستم، من خلاقم، من مادر پدر خوبیم، من اصلا اهل ریسک نیستم. اینا تعاریفی هن که هم خودمون به خودمون میدیم، هم دیگران بهمون نسبت میدن. و مشکل اینجاست که این برچسب‌ها چه مثبت چه منفی انگار رفتارمون رو کنترل میکنند. آره، مثلا اگه فکر کنی من آدم خجالتیم، شاید اصلا جرئت نکنی توی جمع بزرگ حرف بزنی. یا اگه برچسب مدیر یا مادر گروه دوستان رو داشته باشی، ممکنه همیشه بار برنامه‌ریزی رو دوشت باشه، حتی وقتی اصلاً حسش نیست. چرا این کار رو میکنیم؟ خب، یه دلیل مهمش نیاز ما به ثباته. به اینکه دنیا قابل پیش بینی باشه. انگار ترجیح میدیم توی چارچوب مشخص باشیم، حتی اگه محدودمون کنه، تا اینکه با عدم قطعیت روبرو شیم. این برچسبا یه حس کنترل ظاهری بهمون میدن. ولی خب این نیاز به ثبات گاهی گرون تموم میشه. منبع به مثال‌های اشاره میکنه. مثلا کسی که فکر میکرد چون مذهبیه نمیتونه تو هیچ فعالیت اجتماعی دانشگاه شرکت کنه. یا اون یکی که یه فرصت شغلی خوب رو رد کرد چون به خودش برچسب ناتوان زده بود. انگار اون برچسب واقعیت رو براش ساخته بود. یه نکته جالب دیگه هم دکتر مایکل توهیک، یکی از متخصصایی که تو منبع بهش اشاره شده، میگه حتی برچسبای مثبت مثل منظم یا مراقب هم میتونن محدود کننده بشن. چطور؟ وقتی این برچسبا خیلی با هویت ما عجین میشن، بهش میگن ایگو سینتونیک، یعنی انقدر جزئی از من ما میشن که دیگه زیر سوال بردنشون سخته. دیگه نمیتونیم تصور کنیم که نباشیم اون آدم منظم یا مراقب. خب پس راه حل چیه؟ یعنی باید همه برچسبا رو بندازیم دور؟ نه لزوماً. مسئله این نیست که برچسبا ذاتاً بدن. مسئله اینه که آیا دارن ناخودآگاه و بی جهت رفتار ما رو هدایت میکنن، انتخابامون رو محدود میکنن. پس باید از خودمون بپرسیم. آره، از خودمون بپرسیم این کارو میکنم یا نمیکنم چون واقعاً این انتخاب منه یا چون برچسبم اینو میگه. مثل اون مثال رقصنده مرمون، میتونست انتخاب کنه بره مهمونی و برقصه بدون الکل، یا انتخاب کنه نره چون حالشو نداره، نه فقط به خاطر برچسب مذهبیش. پس اینجاست که باید یکم مکس کنیم و فکر کنیم کدوم برچسبا دارن زندگی منو اداره میکنن؟ چقدر تو ذهنمون این جمله‌های من باید یا من نمیتونم تکرار میشه که پایه و اساسش همین برچسباست؟ دقیقاً این اولین قدمه، آگاهی. و همین آگاهی راه رو باز میکنه برای یه چیز دیگه، یه جایگزین قوی‌تر، ارزش‌ها. آره، اگه برچسب ها میتونن قفس باشن، ارزش ها میتونن مثل یه قطب نما عمل کنن. راهو به سمت یه زندگی معنادار نشون بدن. خب حالا ارزش دقیقاً یعنی چی؟
چون گاهی فکر میکنیم یه چیزایی برامون ارزشه که شاید واقعا نباشن. متخصصای این حوزه مثل دکتر توهیق و دکتر اونگ که تو منبع هستن 4 ویژگی کلیدی برای ارزش‌های واقعی در نظر میگیرن. اول اینکه آزادانه انتخاب شدن، یعنی کسی مجبورمون نکرده. دوم اینکه ذاتاً معنا دارن، حتی اگه هیچ کس نفهمه ما داریم طبق اون عمل میکنیم برای خودمون معنی داره. سومیش هم مهمه نه؟ آره، سوم اینکه تحت کنترل ما هستن، یعنی به نتیجه یا واکنش بقیه ربطی ندارن، مثلا برخلاف دوست داشته شدن. و 4 مستمر هستن، مثل یه مسیرن، نه یه مقصدی که بهش برسیم و تموم شه. خب اینا رو یکم باز کنیم. آزادانه انتخاب شده یعنی چی؟ یعنی چی که مجبورمون نکردن؟ یعنی اگه کاری را انجام میدیم چون واقعاً برامون مهمه، حتی اگه سخت باشه، تهش یه حس رضایت داریم. مثلا کمک داوطلبانه، یا گوش دادن به درد دل یه دوست، یا حتی تحمل یه جلسه کاری طولانی اگه حس کنیم در راستای کمک به تیمه. آها. ولی اگه همین کارا رو از روی اجبار یا باید انجام بدیم چی؟ اون موقع حس رنجش و خستگی میکنیم. این فرق بین انتخاب میکنم که از ارزش میاد و باید که از برچسب یا قانون هستش. و اون مستمر بودنم جالبه، یعنی هیچ وقت تمومی نداره؟ دقیقاً. شما هیچ وقت نمیگی خب من دیگه به اندازه کافی مهربان بودم، تموم شد. یا پروژه کنجکاوی من دیگه به پایان رسید. ارزش‌هایی مثل مهربانی، یادگیری، ارتباط، ماجراجویی همیشه جا برای حرکت بیشتر دارن. این برخلاف هدفه. هدف نقطه پایان داره، مثلا گرفتن ترفیع یا خریدن خونه. ولی ارزش جهت حرکته. پس چطور این ارزش‌های راهنما رو تو زندگی خودمون پیدا کنیم؟ این قطب نما رو چطور تنظیم کنیم؟ یه راه خوب اینه که به لحظه‌هایی فکر کنیم که بیشترین حس سرزندگی، معنا یا هدفمندی رو داشتیم. اون نقاط اوج زندگیمون. داشتیم چی کار می‌کردیم؟ چی تو اون لحظه‌ها برمون مهم بود؟ و برعکسش هم هست نه؟ آره، برعکسش هم کمک میکنه. به لحظه‌هایی فکر کنیم که حس پوچی، اجبار یا نارضایتی داشتیم. چه چیزی تو اون موقعیت‌ها کم بود؟ مقایسه اینا میتونه سرنخ‌های خوبی بهمون بده. و اینم مهمه که بدونیم ارزش‌ها ممکنه ثابت نباشن، تو طول زمان تغییر کنن. 100% اولویت‌های یه جوون دانشجو با اولویت‌های همون آدم تو میانسالی و با بچه فرق میکنه. این طبیعیه. و یه نکته دیگه هم گفتی که خوب یادآوری کنیم، کمالگرایی ممنوع. آره، لازم نیست یه لیست بی‌نقص از 5 ارزش اصلی پیدا کنیم. مهم اینه که یه حس کلی پیدا کنیم از چیزایی که واقعاً به زندگی ما جهت و معنا میدن. خب شما چی؟ همین الان چه چیزی واقعاً براتون مهمه؟ چه چیزی بهتون حس هدفمندی میده؟ جدا از انتظارات بقیه یا اون برچسبایی که ممکنه داشته باشید. حالا چطور میشه با این ارزش‌ها زندگی کرد؟ این یعنی یه شیفت ذهنی از حالت خودکار مبتنی بر برچسب. مثل اون والد خوبه که گفتی؟ آره، از اون حالت که من والد خوبی هستم پس باید همیشه فلان کارو بکنم، بیایم به حالت آگاهانه مبتنی بر ارزش. ارزش من توجه به فرزندمه، پس انتخاب میکنم الان بهترین راه برای نشون دادن این توجه چیه. گاهی میشه حل مشکلش، گاهی هم فقط فضا دادن بهش. این یه تغییر درونیه پس. مثل اون داستان رامون، دانشجویی که اولش با ترس از شکست کار میکرد. بله، ولی یاد گرفت با انگیزه ارزش‌هاش کار کنه. کمک به دیگران، یادگیری، تأثیر مثبت گذاشتن. شاید از بیرون کارش همونقدر سخت کوشانه به نظر می رسید، ولی درونن تجربهش زمین تا آسمون فرق کرده بود. دیگه فرار از ترس نبود، حرکت به سمت معنا بود. و گفتی که زندگی با ارزش‌ها همیشه آسون نیست. نه اصلاً. گاهی لازم ناراحتی رو تحمل کنیم. مثلا اگه ارزش شما خانواده است، شاید لازم باشه یه پیشنهاد کاری خیلی خوب رو رد کنی. اگه صداقت برات مهمه، ممکنه مجبور شی یه مکالمه سخت داشته باشی. ولی این ناراحتی فرق داره. یه ناراحتی هدفمنده، در خدمت چیزیه که برات مهمه. پس به جای اینکه فقط بخوایم کارا رو تموم کنیم یا از سختی فرار کنیم، میتونیم بپرسیم چطور میتونیم حتی تو دل چالش‌ها به ارزشامون وفادار بمونیم و معنا پیدا کنیم.
اما یه دام دیگه هم هست که باید مراقبش باشیم. گاهی فکر میکنیم داریم بر اساس ارزش هامون زندگی میکنیم، ولی در واقع اسیر یه سری قوانین سفت و سخت شدیم که فقط ظاهر ارزش دارن. کمالگرایی اینجا وارد میشه. دقیقاً. کمالگرایی استاد در تبدیل کردن ارزش ها به قوانین خشب. خب چطور فرقشون رو بفهمیم؟ نشانه‌شون حس اجباره. هر وقت جملاتی مثل باید، نباید یا اگه این کارو نکنم پس من آدم نیستم میاد تو ذهنمون، احتمالاً با یه قانون طرفیم، نه یه ارزش آزادانه انتخاب شده. مثل اون داستان ترزا تو منبع؟ آره، که ارزش سخاوت براش تبدیل شده بود به قانون باید به همه کمک کنم. دیگه انتخابی نبود، فقط وظیفه بود و خب تهش هم فرسودگی. فشارهای فرهنگی هم حتما نقش دارن دیگه. تعریف جامعه از موفقیت مثلا. بله خیلی. شاید تعریف جامعه از موفقیت مثلا پول و مقام با ارزش شخصی ما مثلا خلاقیت یا کمک به دیگران نخونه و این پایبندی به ارزش خودمون رو سخت کنه. اما نکته کلیدی اینه. تأثیرات بیرونی ارزش‌های ما رو تعریف نمی‌کنن. انتخاب نهایی با ماست. معیار اصلی اینه. آیا دارم اونجوری زندگی می‌کنم که می‌خوام باشم یا فقط دارم یه سری قانون رو رعایت می‌کنم؟ برگردیم به کارتر. وقتی اون به جای تمرکز روی برچسب باهوش رفت سراغ ارزش یادگیری، چی شد؟ تونست رفتارش رو عوض کنه. دیگه پرسیدن سوال یا گفتن نمیدونم نشونه باهوش نبودن نبود، بلکه یه بخش ضروری از یادگیری بود. انگیزش از اینکه دیگران رو تحت تأثیر قرار بده به این تغییر کرد که خودش واقعا بفهمه. این تغییر نگاه واقعا میتونه زندگی رو عوض کنه. ولی گفتی این تازه نصف داستانه. آره، فصل بعدی منبع میگه شاید مشکل عمیق‌تر از این حرفا باشه. شاید ما بیش از حد روی یه جنبه خاص از زندگی یعنی عملکرد سرمایه گذاری کردیم. عملکرد؟ منظور چیه؟ آره، فصل 7 با یه داستان خیلی قشنگ از یویوما، اون نوازنده معروف شروع میشه. آها، که توی کلینیک واکسیناسیون ویولنسل میزد. دقیقاً، نه برای اجرای بی‌نقص فنی، بلکه برای ایجاد ارتباط انسانی. خودش میگه یه زمانی فقط دنبال کمال فنی بوده، ولی این هم از موزیک و هم از آدما دورش کرده بود. این داستان انگار آینه مشکل خیلی از ماهاست، نه؟ تمرکز وسواسی روی اینکه کارا رو درست انجام بدیم، عالی باشیم، موفق شیم. به این میگن ارزش‌گذاری بیش از حد بر عمل کرد. انگار کل ارزش وجودی ما بند دستاوردهامونه. نمره هامون، شغلمون، درآمدمون، ظاهرمون، حتی اینکه چقدر تو نقش هامون والد، دوست، همسر خوب عمل میکنیم. این یعنی همه تخم مرغامون رو گذاشتیم توی سبد عمل کرد؟ و خب وقتی این سبد ضربه میخوره که بالاخره پیش میاد، کل حس ارزشمندی ما میریزه به هم. یاد داستان گاس اون طراح بیفتیم که میخواست تو همه چیز توانمند به نظر برسه. از کارش گرفته تا انتخاب نوشیدنی تو جمع دوستاش. آره، گفتی بررسی عملکرد شغلی براش مثل رفرندوم درباره کل وجودش بود. دقیقاً. سوال کلیدی گاس و شاید سوال خیلی از ماها اینه، خب غیر از عملکرد دیگه چی هست؟ و پاسخ کتاب چیه؟ پاسخ اینه، حداقل 2 سبد مهم دیگه هست که اغلب نادیدشون میگیریم، ارتباط و لذت. خب اول بریم سراغ سبد ارتباط. چطور تمرکز روی عملکرد جلوی ارتباط رو میگیره؟ ببین، وقتی تمام فکر و ذکرمون اینه که آیا دارم خوب عمل میکنم، آیا دیگران رو تحت تأثیر قرار دادم، دیگه فضایی نمیمونه که واقعاً دیگران رو ببینیم و بشنویم یا خود واقعیمون رو نشون بدیم. به قول محققان، عاملیت انجام کارها به اجتماع بودن با دیگران غلبه میکنه. آره، مثل کسی که تو مهمونی فقط نگران حرفای هوشمندانه بزنه و اصلا متوجه نمیشه دوستش کنارش نشسته و حالش خوب نیست. لذت بودن با دوستاش رو از دست میده. و جالبه که ما اغلب دنبال پذیرفته شدن یعنی اجتماع از طریق عملکرد عالی یعنی عاملیت هستیم. فکر میکنیم اگه بی‌نقص باشیم بقیه دوستمون دارن و قبولمون میکنن. در حالی که نیاز عمیق ما اینه که همون جوری که هستیم با همه نقص هامون
پذیرفته بشیم. عملکرد خوب شاید تحسین بیاره، ولی تحسین لزوماً همون ارتباط نیست. گاهی حتی میتونه آدم رو منزوی کنه. دقیقاً، واقعیت اینه که آسیب پذیری، صداقت، گوش دادن فعال خیلی بیشتر از بی‌نقص بودن به ایجاد ارتباط کمک میکنه. گاس چطور این تغییر رو ایجاد کرد؟ شروع کرد به انجام کارهایی که نشون دهنده ارتباط بود، نه فقط توانمندی. مثلا تو محل کار کارهای ناتمامش رو با تیم به اشتراک گذاشت و نظر خواست. به جای اینکه فقط نتیجه نهایی رو نشون بده. یا تو جمع دوستاش، به جای اینکه سعی کنه بحث رو ببره سمت موضوعات مهم و توانمندانه، تو همون بحث‌های به ظاهر معمولیشون شرکت کرد. سعی کرد بیشتر گوش بده تا حرف بزنه. نتیجهش چی بود براش؟ میگفت خیلی راحت‌تر شده، کمتر خسته میشه و ارتباطش واقعی‌تر شده. یا اون داستان دیما، نوازنده جوون، فکر میکرد باید بی‌نقص بزنه تا اعضای جدید گروهش قبولش کنن. آها، بعد فهمید که اونا به خاطر خودشون دوستش دارن. بله، و وقتی اینو فهمید تونست با اصالت بیشتری باهاشون تعامل کنه. شاید حس آسیب پذیری بیشتری داشت ولی واقعی تر بود. این ما رو به این سوال میرسونه که برای شما شنونده عزیز مطرح کنیم. اگر مجبور نبودید با عملکردتون چیزی رو ثابت کنید، چه کاری رو متفاوت انجام میدادید؟ چطور با دیگران ارتباط برقرار میکردید؟ و این ما رو میرسونه به سبد سوم، لذت. آره، لذت بردن از زندگی، نه فقط تحمل کردنش برای رسیدن به یه هدف. من با اون تصویر جالب وارن بافت و جان بونجووی شروع میکنه که با هم میزنن و میخونن. و بافت با اینکه مشخص نوازنده حرفه‌ای اون ساز نیست، کاملاً داره لذت میبره. سبد لذت دقیقاً همینه، انجام دادن کارها صرفاً به خاطر حس خوبی که بهمون میدن. نه به خاطر نتیجه یا دستاورد یا تایید دیگران. دقیقاً. اگه خیلی تو فاز عمل کرد باشیم، لذت بردن ممکنه یه کار بیهوده یا حتی خودخواهانه به نظر برسه. انگار فقط کاری ارزش داره که مفید یا مولد باشه. ما معمولاً لذت رو گره میزنیم به خوب انجام دادن کارها، لذت گرفتن نمره خوب، لذت پختن یک کیک عالی. به این میگن لذت مشروط. ولی لذت ذاتی رو فراموش میکنیم. لذت حس کردن حرکت بدن موقع ورزش فارغ از کالری سوزی. لذت بویدن قهوه. لذت خوندن یک کتاب معمولی فقط برای سرگرمی. لذت نقاشی کشیدن حتی اگه قرار نیست شاهکار بشه. نکته کلیدی اینه که لازم نیست تو کاری عالی باشی تا ازش لذت ببری. 100% میتونی بد بقرسی و لذت ببری. میتونی خارج از نت بخونی و شاد باشی. کاری رو انجام میدی چون دوستش داری، نه برای اینکه توش بهترین بشی. و جالبه که حتی عالی نبودن هم میتونه به ارتباط کمک کنه. آره، دیدن تلاش‌ها و نقص‌های دیگران اونا رو برای ما انسانی‌تر و قابل دسترس‌تر میکنه. خب، پس چطور لذت بیشتری وارد زندگیمون کنیم؟ دنبال حس سرگرمی، رضایت یا خوشی باشیم. 2 نوع سرگرمی هست. نوع اول لذت آنی و راحته، مثل خوردن بستنی. نوع دوم یکم چالشیه ولی تهش رضایت بخشه، مثل یادگیری یه مهارت جدید یا کوهنوردی. و از خودمون بپرسیم چه چیزی از این کارو دوست دارم؟ جدا از نتیجهش. به حواسمون توجه کنیم. هیچ بایدی وجود نداره. گاز هم یاد گرفت تمرکزش رو از اینکه چقدر باحال به نظر میرسه ببره روی اینکه چقدر از بودن با دوستاش لذت میبره. و این رها کردن تلاش برای اثبات خود بهش اجازه داد واقعاً حاضر باشه و لذت ببره. پس از شما هم میپرسیم، اگه هیچ کس قرار نبود عملکردتون رو قضاوت کنه، چه کارهایی رو فقط برای لذتش انجام میدادید؟ چه کارهایی رو که فقط چون باید انجام میدادید کنار میذاشتید؟ اما آیا این یعنی عملکرد دیگه مهم نیست؟ به هر حال تو دنیای واقعی قطعاً مهمه. سبد عملکرد هنوز یه بخش مهم از زندگیه. نکته این نیست که حذفش کنیم، بلکه اینه که رابطمون رو باهاش تغییر بدیم. تمام حس ارزشمندیمون رو بهش گره نزنیم. باید بین کاری که انجام میدیم و کسی که هستیم یه فاصله ایجاد کنیم. این همون ارزش خود مشروطه که قبلا گفتی. منبع 2 نوعش رو میگه. یکی مبتنی بر موفقیت، ارزش من بسته به نتیجه است، و یکی مبتنی بر فعالیت، ارزش من بسته به اینه که مشغول و مولد باشم.
مشکل این سیستم اینه که خیلی شکننده است. تا وقتی موفقیم کار میکنه، ولی به محض اینکه با شکست یا ناکامی روبرو میشیم که خب اجتناب ناپذیره فرو میپاشه. مثل داستان پیتر که تو محل کار از ترس تأثیرگذار نبودن حرف نمیزد؟ آره، استاندارداش انقدر بالا بود، تشویق ایستاده حضار، که هر چیزی کمتر از اون براش شکست بود و این شکست رو به کل وجودش نسبت میداد. من شکست خوردم، نه اینکه این کارم خوب نشد. این نوع فکر کردن 3 تا مشکل اساسی داره که تو منبع اومده. اول این که استانداردهای غیرواقعی فشار وحشتناکی میاره. دوم، ارزش ما هیچ وقت قطعی نیست، باید مدام ثابتش کنیم که خب این یعنی استرس و فرسودگی دائمی. و سوم این که چون هدف مثلا تحت تأثیر قرار دادن دیگران به واکنش بقیه وابسته است، کنترل رو از دست ما خارج میکنه. ما دیگه قدرتی نداریم. پس جایگزین چیه؟ تمرکز روی کارهایی که تحت کنترل ما هستن و با ارزش هامون هم راستا. مثلا مفید بودن، آماده بودن، یادگیری، تلاش کردن به خاطر خود این کارها، نه فقط نتیجه نهاییشون. این به ما حس کنترل و قدرت درونی بیشتری میده. پیتر هم همینو یاد گرفت. به جای اینکه هدفش گرفتن تحسین باشه، روی مفید بودن تمرکز کرد. این باعث شد آسیب پذیرتر باشه ولی فشار کمتری حس کنه. یه تفاوت ظریف ولی عمیقه بین گفتن من جواب خوبی ندادم که حمله به خودته و جواب خوبی ندادم که تمرکز روی عمله. این یعنی ایجاد فضای مانور برای اینکه بتونیم انسان باشیم با همه بالا پایین هامون. یه الگوی ذهنی جالبم منبع پیشنهاد میده، مثل جای خالی پر کردن. آره، من یک فرد، یه ویژگی یا کیفیت ارزشمند هستم که گاهی اوقات یه استثناء، اشتباه یا نقص. مثال بزنیم؟ مثلا من فرد باهوشی هستم که گاهی جواب رو نمیدونم، یا من فرد توانمندی هستم که گاهی اشتباه میکنم، یا من فرد مهربانی هستم که گاهی خسته و بی‌حوصله میشم. این الگو کمک میکنه از اون تفکر همه یا هیچ بیایم بیرون. بپذیریم که میتونیم هم ارزشمند باشیم و هم ناکامل. شما هم میتونید این الگو رو برای خودتون شخصی سازی کنید. پس در نهایت به جای اینکه همه سرمایه روانیمون رو بذاریم تو اون سبد پر ریسک عمل کرد، میتونیم پخشش کنیم بین 3 تا سبد متعادل‌تر. عمل کرد، البته با یه دید سالم‌تر، ارتباط و لذت. شاید هم سبدهای دیگه‌ای برای هر کس مهم باشه، مثل خدمت، عدالت، خلاقیت. دقیقاً. این برمیگرده به اون سوال یویوی ما. آیا فقط دارم سعی میکنم کار رو درست انجام بدم یا دارم سعی میکنم چیزی پیدا کنم؟ شاید اون چیز که دنبالشیم همین ارتباط و لذت باشه. خب، تو این کاوش عمیقی که داشتیم، دیدیم چطور میشه از زندان برچسب‌ها و اون فشار بی‌امان عملکرد یکم رها شد و به سمت زندگی رفت که با ارزش‌های واقعیمون هدایت میشه. یه زندگی که توش کنار تلاش و دستاورد جایی برای ارتباط عمیق و لذت بردن هم هست. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که گوش میدید، گفتیم که گاهی تغییر به سمت ارزش‌ها شاید رفتار بیرونی ما رو عوض نکنه، ولی انگیزه درونی ما رو کاملاً متحول میکنه. مثل داستان رامون. حالا به یه حوزه تو زندگیتون فکر کنید که حس می‌کنید با اجبار یا یه برچسب باید دارید توش پیش میرید. تصور کنید اگه همون کار رو با همون شکل ظاهری ولی این بار با انگیزه‌ای که از یه ارزش آزادانه انتخاب شده انتخاب میکنم میاد انجام بدید، چه چیزی در درون شما تغییر میکنه؟ چه حس متفاوتی پیدا میکنید؟ چه معنای عمیق‌تری ممکنه اونجا منتظرتون باشه؟